سلام رفقا، اومدم با یک ویدیوی دیگه برای پک زنی. این دفعه ویدیومون متفاوته، به عشق بچه های چنل و بچه های یوتیوبی اومدیم یه باکس زنی ناب داشته باشیم از مایکل اوون رو که بگیریم خیلی خوبه. بعدش هم اگه گرفتیم با سکه کم میریم پک میزنیم یا میریم همین باکس میلانو میزنیم. حالا ترکیب که چیز خوبی نیست، فقط سکه داره آقا، فقط سکه داره و این اکانت ها رو میتونید از مجموعه ما بخرید، مجموعه چنل روبیکامون. خب اکانت ها زیاد مثلا ناب نیستن ولی سکه دارن و بعدش ارزون هم هستن، مثلا 500 تومن 400 تومن اینا هستن. خب دیگه از بازار ارزون ترن، از سایت بخرید که خیلی گرون تر میفته سکه ها. حالا بریم اینا رو ولش کنید، به عشق خودتون اومدیم مایکل اوون رو در بیاریم که خودم خیلی دوستش دارم مایکل اوون و امیدوارم بگیریمش دیگه. با هم میریم سراغ باکس زنیم که اگه سکمون همشو میخوایم تو این با ویدیو چیز کنیم، خرج کنیم. بریم صد اول، امیدوارم با صد اول اوونو بگیریم. نه این معلومه چیزی نیست آقا. صد دوم همینجوری میزنیم که من خودم اعتقادی به روش ندارم، واقعا روش اصلا چیز چرت و پرت دیگه. شانسه، به شانس اکانتت، به شانس جیمیلت بستگی داره بچه ها. مثلا جیمیلی که تازه باشه واقعا شانسش بیشتره. حالا بریم که امتحان کنیم. من لاوم خیلی خوبه، مثلا وای اپیک مایکل اوون باشه، خدای من خودش یا نه؟ شماره 10 و لاو، بله قفلش میکنیم. چه شانس خوبی، با دومی بود یا سومی. دوباره یه دونه دیگه میزنیم، برای مایکل اوون رو میخواستیم. نه دیگه آقا، بریم از باکس شوچنکو هم یه چنگولکی بزنیم. وای چه شانس خوبی. ولی اگه اوون بود خدایی من اوون رو دوست داشتم دیگه. بچه ها بریم این باکس هم درو کنیم که دیگه خیلی. اگه این باکس رو بگیریم یه دونه هم مربی چیزو اوکی میکنیم، ژابی آلونسو که خیلی دوستش دارم خدایی. حالا بریم صد اول، بعد از این صد یه 900 میزنیم. اگه نگرفتیم یه 900 کنسل یه شوچنکو، یه 900 کنسل یه گولیت، یه 900 کنسل یه سرجینیو، یه 900. برو بریم آقا، خدایا به امید تو بده. وای نداد و اینو داد دیگه. بریم 900 بعدی آقا. ما تا در نیاریم ولکن باکس نمیشیم و فکر کنم 2 تا دیگه 900 میتونیم بزنیم. البته یه دونه میزنیم که بقیه‌شو صدی. دوباره یه 900 دیگه، خدای من میده یا نه؟ و نه هایلایت، 2 تا هم هایلایت بچه. بده جان مادرت داد، گولی تو داد. خدای من چجوری شد؟ اومدیم قشنگ درو کنیم.
اومدیم قشنگ درو کنیم. اینم از گولیت آقا. به نظرتون از اینجا بزنیم یا مایکل اوون؟ به نظرم مایکل اوون رو بریم بگیریمش. خدایا اینم بشه دیگه. یه 900 دیگه به نظرم، یه 100 بعدش یه 900. به نظرم این 900 رو داشته باشه. رافائلیو بچه بازم خوب بود، خدایی من راضیم. 2 تا خوب در آوردیم، ولی اگه اوون میداد که دیگه خیلی خوب میشد. حالا مربی هم سکه جمع میکنیم که کیش کنیم. یا میام تحتیل اینجا. خب بعدش گولیت و یه اکانت خوب واقعا ساخته میشه. حالا بذار مکسش هم بکنم دیگه. آماده. وای اگه واقعا اوونو میگه چی میشه؟ این از لاغ. خب گولیت هم مکس کنیم. البته این مربی مثلا مربی خوبی نیست. گولیت هم مکس شد. دفعه سکه جمع کنم واقعا. یعنی واسه چی بچه ها واقعا این روش منو استفاده کنین. من بیشتر این وقتا من جواب گرفتم از این روش. سبک کویک من چیزم بیشتره، قوی ترم، ولی حالا کویک نیست دیگه، مجبوریم پاز بخریم که ذره بهتر شه. حالا بریم این بزنیم 103 درسته و واقعا اکانت خوبی شد. لاو خیلی دوست دارم خدایی. حالا نگید چون گرفت ازش میگه خدایی مثلا بازیکن خیلی خوبیه. حالا یه اکانت خوب ساختیم خودمون که واقعا خیلی خوب. اکانت تر و تمیز. چکم قوی کنیم نظرتون. حالا خدایی چنل یوتیوبمون هم دنبال کنید، نظر بدید راجع به این پست دیگه. حمایت کنید دیگه، مرامی حمایت کنید. دمتونم گرم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. با یه ویدیوهای دیگه، ویدیوهای جذاب دیگه دوباره براتون میسازم. امیدوارم همیشه دلتون پر انرژی و چیزای خوب باشه. ممنونم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.